کسانی که همه چیز رو به حج رابطه می‌دهید پیش از همه، فلانی حاجی هست و این رو میکند، فلانی حاجی هست و آن رو میکند. عزیزان، حج رفتن دیگر فرشته شدن نیست. حج رفتن دیگر اولیا شدن نیست. حج رفت یک فرضش رو انجام داد و آمد. این معناش نیست که وای حج رفت دیگر هیچ گناه نمیکند. وای حاجی هست تو چرا کرد نگوید، چون که حاجی یک انسانی عادی هست. خوش به حال حاجی هایی که میروند و تغییر مییابند، اما تغییر یافتن هم نصیب همه نمیشود. یعنی همه چیز رو عیب حج نکنید. یک دویمش این است که بعضی مردها همین گونه حقارتگو بزرگ شدن، یعنی همین گونه تربیت یافتن، همین گونه یا گفتیم بد تربیت هستند. در این وقت اگر شما هم بد تربیت شده دیگر خانه جنگل می شود. وقتی که با یک بد اخلاقی کرده دیگر بدونید که از وی هیچ فرقتون نیست. جواب اینها سکوت است. زن در این حالت می تواند سکوت کند، می تواند قهر کند، یک راه رو پیدا کنید. اگر گفتید هیچ راهی نیست، سکوت کنید.